سلام، من علی هستم به همراه حمیدرضا و آریان و خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از هکسکست. موضوع این قسمت هکسکست درک بصری هست. اساساً جامعه به موضوع گرافیک دیزاین چه میزان حساسیت نشون میده؟ آیا به عنوان گرافیک دیزاینر وظیفه داریم که به رشد درک بصری جامعه کمک کنیم؟ به صورت کلی جامعه گرافیک تلاشی برای ارتقاء درک بصری جامعه کرده یا همواره به دنبال رفع تکلیف بوده؟ بچه‌ها سلام، خیلی خوشحالم که دوباره داریم با هم دیگه یه برنامه رو رکورد می‌کنیم. یه میزانی هم موضوع این قسمتمون سخت هستش، من باب اینکه اساساً درک دیزاین یعنی چی، درک بصری یعنی چی و چه میزانی ما به عنوان گرافیک دیزاینر وظیفه داریم که به ارتقاء این درک بصری جامعه کمک بکنیم. صحبتامو حمیدرضا میخوای با هم دیگه شروع بکنیم و سوال اول از تو بپرسم که به نظرت اساساً وقتی میگیم درک دیزاین منظور از درک دیزاین چیه؟ خب درود بر شما. من برای تفسیر، چون موضوع قبل از اینکه پادکست رو شروع بکنیم داشتم به این فکر میکردم که واقعا اگر بخوایم که این درک بصری رو ما توضیح بدیم، این توضیحش چطوریه خیلی برام سخت بود، ولی در جمع‌بندی که رسیدم که بتونم اینجا خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنم اینه که من معتقدم اگر که از دید اون طراح یا مجری یا حالا اون خلق کننده اون اثره درک یا انتقال پیام تو اولویت باشه نسبت به سایر ویژگی هایی که یک طرح باید داشته باشه، این میشه درک بصری به صورت خیلی ساده و مختصر. یعنی اینکه اون چرایی تولید محتوا خیلی خیلی ما بهش مشرف باشیم، در واقع آگاه باشیم بهش. حالا این آگاهانه نسبت به اون محتوایی که داریم تولید میکنیم، قطعه‌ای که مینوازیم، وسیله‌ای که طراحی میکنیم، تولید میکنیم، اینا چراییش میتونه حتی خود قشنگی باشه، ولی باید آگاهانه اتفاق بیفته تا ما بتونیم اون رو به دیگران ارائه بدیم و در موردش صحبت بکنیم. خیلی وقتا این باعث میشه که این چرایی وجود نداره، چون چرایی پشتش نیست ما نمیدونیم، آگاه نیستیم به ماجرا و رجوع میکنیم به دانش خودمون یا حتی سلیقه خودمون که این دیگه خارج از مفهوم درک بصریه. یعنی منظورت اینه که اون کسی که داره اجرا میکنه کار رو الان به صورت آگاهانه باید این کار رو بکنه و این میشه درک دیزاین؟ آره، اینکه چرا داره این حالا سازو میزنه، چرا داره این طرح رو خلق میکنه، داره این پیام رو انتقال میده، اون چراییه میشه اون درکه. یعنی اساسا تو فکر میکنین که همواره ما وقتی چرا رو تو دیزاینمون داشته باشیم میتونیم این استنباط هم بکنیم که اون جامعه میتونه درک بکنه یا خودم حداقل درک بکنم که چه چیزی دارم تولید میکنم. دو تا قسمتش رو من اصلاح کنم. آره همینه، یکی پاسخ چرایی و دومی این که اون درک برای خود طراح وجود داره. برای جامعه تعریفش یه ذره سخت میشه برای شروع ماجرا، تو ادامه حالا بهتر میتونیم در موردش صحبت بکنیم. برای جامعه معکوس همینه، اینکه اون مخاطب یا بیننده بتونه اون اثر رو فارغ از ویژگی هایی که داره، مثل رنگ، مثل شکل، مثل فرم، اون پیام رو تو اولویت بگیره که خب این اتفاق خیلی وقتا نمیفته و دوباره از اون درک فاصله میگیره. یعنی اون چیزی که ما میبینیم به عنوان یک پیام باید دریافتش بکنیم، نه یک اثر حالا دو بعدی یا همچین فرمی. اینم باز میشه اون درکه. ولی میگم این دیگه واسه جامعه این الان تو مقطع فعلی یه ذره سخته بخوایم. آره متوجهم چی میگی. راستش من خودم یه میزانیم به این موضوعی که گفتی فکر کرده بودم. فکر میکنم که یه میزانی دیزاینرهای ما، گرافیک دیزاینرهای ما بیشتر از اینکه به محتوای فکر بکنن به فرمه دارن فکر میکنن و با توجه به فرمایی که جدید یا ترند میشه یا تو سوشال ها میبینن، تو گوگل میبینن، این ور اونور میبینن، با توجه به اون فرمه فقط عمل میکنن، خیلی توجه به این ندارن که این چه تأثیر روی جامعه ما میذاره. یه میزانی من تصور میکنم که جامعه شناسی گرافیک دیزاینرهای ما
محدود شده یا کم عمق شده، خیلی با جامعه پیش نمیرن. قطعا که داریم طرح‌ها و گرافیک دیزاین هایی که درست حسابی کار شدن، رو موج جامعه سوار شدن و روی جامعه هم تاثیر گذاشتن، ولی خیلی 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 محدوده ماجرا و حداقل توقع من یکی اینه که به عنوان گرافیک دیزاینر خیلی باید بیش از این به این قضیه توجه بکنیم. حالا همین، حالا اگه نکته داشته باشی برمیگردیم بهت. آریا نظر تو چیه؟ به نظر تو اساسا وقتی میگیم درک دیزاین یا شعور دیزاین یا درک گرافیک دیزاین منظورمون چیه؟ درود بر شما، منم خوشحالم یه بار دیگه داریم با هم صحبت میکنیم. والا چیزی که حمید گفت درسته، ولی چیزی که من داشتم فکر میکردم یه ذره متفاوته. منتها انقدر این مفهوم درک دیزاین گسترده است که همه اینا رو شاملش میشه. اون چیزی که حالا مد نظر منه، قبل از اینکه حالا برم سراغش، یه چیزی رو بگم که گرافیک دیزاین من عقیده دارم که یه دانشه. حالا از این بگذریم، وقتی میگیم درک بصری هم شاید خیلیا با دیزاین تینکینگ اشتباهش بگیرن. دیزاین تینکینگ هم توی حالا چند سال اخیر خیلی محبوب شده تو دنیا و اینطوری تعریف میشه که به جای تمرکز روی ویژگی‌های محصول، طراحا سعی میکنن روی خواسته ها و اون واکنش کاربر اون محصول تمرکز کنن. ولی حالا چیزی که حالا داریم صحبت میکنیم درباره‌اش اینه که درک مردم توی جامعه ما از دیزاین تا چه میزانی هست. یعنی وقتی یه اثر دیزاین شده رو به یک ایرانی نشون میدیم، آیا صرفاً بسنده میکنه به شهود خودش و اونو خوب و بد میدونه، یا نه مثلا میتونه حداقل چند تا ویژگی هم از اون اثر بیان بکنه. من فکر می‌کنم درک دیزاین این باشه که یعنی هم شامل اون صحبت‌های حمید میشه، هم این که هر انسانی فی نفسه جدای از بقیه یک دیدگاهی نسبت به یک اثر دیزاینی داره دیگه. حتی اثر هنری هم همینطور. این دیدگاهه آیا از شهودش برخواسته است یا میتونه براش چند تا ویژگی مثال بزنه، استدلال ها رو درک بکنه که چرا این اثر این شکلیه یا نه. من فکر کنم جزء اینم قرار میگیره درک دیزاین. درسته. فکر میکنم برآیند صحبتامون حالا یه میزانی شاید از سوال اولمون که اصلا اساسا درک دیزاین چیه یکم دور شد. دلیلش هم میتونه باشه که ستامون هم بهش اشاره کردیم که مفهوم درک دیزاین رو توضیح دادن شاید یه میزانی سخت باشه، اما سادهش، تلاش من حداقل برای ساده کردنش میرسه به این جملاتی که میخوام بگم. فکر میکنم که درک دیزاین به قول آریان یه دانشیه که هر آدمی مثل هر دانش دیگه‌ای باید ازش بهره مند باشه و اتفاقا بهره مند هستش. تفاوتش با بقیه علوم و بقیه دانش‌ها، حداقل توی جامعه ما که داریم توش زیست میکنیم، اینه که خیلی باهاش سر کار نداشتیم توی جامعهمون. یه میزانش هم برمیگرده به، خیلی از کلمه یه میزانی دارم استفاده میکنم ببخشید، ولی یه میزانیش برمیگرده به انقلابی که تو ایران رخ داده. یعنی از اون موقع به بعد یکم جامعه و فضا دارک شد، یه میزانی تیره و تار شد و از یه جایی به بعد گرافیک دیزاین دوباره شکل گرفت و طراحی ها شکل گرفتش. اما در کل خواستم اینو بگم که دانش دیزاین و دانش بصری و درک بصری چیزی که در هر آدمی نهفته است. چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم اینه که تو جامعه ما خیلی بهش اهمیت داده نشده و وقتی به چیزی اهمیت نمیدی کم کم رنگتر میشه و دست آخر هم حذف میشه. تلاش هایی که الان گرافیک دیزاینرهای ما دارن میکنن اساسا روی همون ماجرای فرم هست که حمیدرضا بهش اشاره کرد و خیلی به محتوای اون قضیه وقتی نمینهند. این ماجرای محتواه فکر میکنم که روی دوش بقیه پوزیشن های کاری افتاده. مثلا ما الان تیمای خلاقیت داریم، تیمای مارکتینگ داریم و اونا دارن این فرم رو تعیین میکنن. اگر یکم دقت کرده باشید بچه‌ای که تو تیمای خلاقیت و تو تیمای مارکتینگ دارن کار میکنن، بیش از این که بخوان از دانش گرافیک دیزاین بهره مند باشن، از دانش‌های دیگه‌ای مثل جامعه شناسی و وربال و این طور چیزا بهره مندن. در حالی که من تصور میکنم که این دوتا باید یه بالانس، یه تلرانسی با هم دیگه داشته باشن. یعنی کسی که داره تو این حوزه کار میکنه صرفا نگه چون من دانش گرافیک دیزاین دارم پس میتونم این کار بکنم. نه، شما باید اون دانش‌هایی که تو حوزه خلاقیت و مارکتینگ هستش هم داشته باشی که بتونی اون تاثیر روی جامعه بذاری. ولی خب حالا که حرف اصلا به اینجا رسید، پرسش بعدی که میخواستم ازتون بپرسم و اصلا راجع بهش صحبت بکنیم اینه که
اصلا اساسا جامعه نیازی به تفکر بصری داره که ما داریم راجبش صحبت میکنیم؟ من خودم فکر میکنم که آره، یعنی جامعه هم نیاز داره که راجب شکل و شمایل، راجب طراحی ها، راجب کلا واژه کاتگوری به نام تفکر بصری فکر بکنه و باهاش دست و پنجه نرم بکنه و وقتی یه طرحی رو میبینه متوجه بشه که این یه ارتقایی درش رخ داده، یه تعالی درش رخ داده نسبت به قبل. ولی خب نظر شما چیه؟ حمید میخوای تو راجبش صحبت بکن که اصلا جامعه نیازی به تفکر بصری داره به نظر یا نه؟ من صحبتی که روی این موضوع دارم در کنار صحبت شماست، یعنی ذره متفاوت شکلش ولی همون راستاه که من شخصا فکر می‌کنم الزامی وجود نداره که جامعه از تفکر بصری بهره بگیره و بهره مند باشه یا حتی بره دنبالش که یاد بگیره. دلیلی هم که البته نه اینکه اصلا یا ابدا، ولی به صورت کلی اینجور فکر می‌کنم دلیلش هم اینه که تو وهله اول موضوع سلیقه و زیبایی شناسی فردی رو من اولویت میدم که اصلا علت این که میگم لزوما طرف تفکر بصری شاید لازم نداشته باشه همین دوتا داستانه. ولی به صورت کلی چون جامعه هنری و اون طراحا برای اون جامعه محتوا تولید میکنن خیلی جهت‌دهی دارن تو اون درک بصری جامعه. بعد از این رو حالا اگر جامعه خودش به صورت خودجوش یا حالا به هر شکل دیگه‌ای بیاد و این دانش رو کسب بکنه، اون درک رو تو خودش بیشتر بکنه، ممکنه این پروسه چپکی بشه. حالا چپکی که برعکس بشه، این که با افزایش سطح دانش بصری یک جامعه‌ای طراحا مجبور میشن که بیان و بر اساس اون سطح محتوا تولید بکنن. یعنی گاهن این که من میگم جهت دیگه بسیاری داره اون صنعت طراحی جامعه شاید برعکس بشه، ولی به صورت کلی خب همه ما اون موضوع سلیقه‌ای که گفتم همه ما خب دوست داریم که مثلا خونمون قشنگ باشه یا مثلا لباسامون شیک باشه. ولی خب این تو بخش اولش سلیقه است، در بخش دومش یه سری اصول و قواعدیه که ما ازش به عنوان درک بصری صحبت میکنیم. از این جهت معتقدم که نه، الزامی نیست. ببین یه چیزی هاری میس اندرستندینگ فکر کنم اتفاق افتاد وقتی ما میگیم مثلا نیازه که جامعه تفکر بصری داشته باشه یا نه، به این معنی نیستش که حالا بیا تکنیک یاد بگیره. نه، صرفا به قول تو هم ماجرای زیبایی شناختی است. من فکر میکنم که نیازه، یعنی جامعه نیاز داره به تفکر بصری چون باعث زیست بهتر میشه و قرار نیست چیزی یاد بگیره ها. قرار نیست بگه که آقا این مثلا گشتالتش درست نیستش یا چه میدونم این صفحه بندیش درست نیست و فلان. نه نیاز نیست، اما نیاز داره چشم آدم که چیز خوب ببینه، چیز قشنگ ببینه. و این چیز قشنگ دیدن و چیز خوب دیدن، چقدر جمله عجیب غریب بود. چیز قشنگ دیدن و چیز خوب دیدن منظوری نیستش که صرفا با ترندهای روز یه فرم خوبی به این جامعه نشون بدیم. قراره که جامعه وقتی یه طراحی میبینه یه تفکری پشتش باشه. باز اشاره میکنم به این که خیلی ماجرا بهتر شده اما عمقش خیلی کمه، یعنی خیلی سطحیه. این چیزی که دارم راجبش صحبت میکنیم هم جامعه خب کجا با این گرافیک ها مثلا روبرو میشه؟ احتمالاً روی بیلبورد ها، تو سوشال، تو مجلات و از این دست چیزا، تو اپلیکیشن ها. اینا بیشتر داره یو ایکس کار میکنه تا گرافیک دیزاین. گرافیک دیزاین خیلی درست کار نمیکنه، یعنی یه لبه خیلی باریکی هم هست، یعنی مرز خیلی باریکی هم هست بین اینکه تو گرافیک دیزاین درستی بدی که جامعه رو واداره به تفکر کردن یا اینکه یه چیزی تولید بکنی که آرت باشه. یعنی راجع به اینم موضوع صحبت کردیم که تفاوت هنر و دیزاین کجاست. اینجا خیلی سخت قضیه که تو یه دیزاینی رو ارائه بکنی که آرت نباشه اما مخاطبم به فکر فرو بره. خواستم فقط به این نکته اشاره بکنم که اون نکته که تو اشاره کردی که نه نیازی نیستش، خیلی قاطع همونطور که گفتی نه نیازی نیستش. تصور میکنم که نیازه چون به زیست بهتر جامعه کمک میکنه، ولی نه به اون شکل که جامعه بخواد تکنیکش رو یاد بگیره، 4 تا چیز اضافیش رو یاد بگیره و اینا.
آریان یه جا اشاره کرد به این که درک دیزاینم یه دانش و فلان اینا. آره مثلا ما راجع به ریاضی یه دانش محدودی داریم، هممون یه دانش بیسی هممون داریم. بعضیا حالا میره بالاتر، بعضیا کمتر، به کارشون نمیاد، بعضیا به کارشون میاد. من فکر میکنم اون بیسی که گرافیک دیزاینر آدم ها ندارن، با توجه به اینکه توی مدرسه و دانشگاه اینا به ما هنر هیچ وقت یاد ندادن، نقاشی یاد دادن و اینا. بنابراین ما اساساً یکی از المان‌های اصلی زندگیمون رو انگار هیچ وقت بهمون یاد داده نشده درست حسابی، مگر خودمون بریم دنبالش. اینجاست که فکر میکنم که اون دانش محدوده باعث میشه که جامعه به تفکر بصری هم توجهی نشون بده و این باعث زیست بهتر جامعه بشه. آره دوباره برمیگردیم به همین رضا. فکر میکنم که یه سری صحبت هم داری راجع به موضوع. نگران صحبت تو آریا، نظر تو چیه؟ تو چطوری؟ جامعه نیاز داره به تفکر بصری یا نه بی خود داریم مثلا راجع بهش صحبت میکنیم؟ منم فکر میکنم خب توی جامعه اگه از مردم بخوایم که دانش دیزاین داشته باشن در حدی که یه طراح باید بدونه، به نظرم زیاده رویه. اما با این حال من فکر میکنم چه مردم دنیا چه مردم ایران یه سری حداقلا رو دارن. علتش هم اینه که دیزاین چیزیه که کاربردیه و وقتی کاربردیه یعنی مردم باهاش ارتباط دارن دیگه. مثلا پیکتوگراما، ما توی سطح شهر خب خیلی پیکتوگرام داریم دیگه، از اون علائم راهنما رانندگی گرفته تا مثلا پیکتوگرامای توی ساختمون یا مترو. اینا چیزایی که طراح با توجه به اون ذهنیت مردم اومده یه پله از جایگاه خودش به مردم نزدیکتر شده و هم برعکسش مردم هم یه پله از جایگاهشون به طراح نزدیکتر شدن، چون مردم نیازی ندارن که مثلا اون پیکتوگرامه یه طراحی خیلی واقع گرایانه داشته باشه. یه دایره و 5 تا مستطیل به نظر شکل آدم میاد و این خودش خیلی به نظرم قدم بزرگیه. پس اینکه جامعه به تفکر بصری نیاز داره یا نه، به نظر من آره نیاز داره، چون میتونه زندگیش رو راحت‌تر کنه. اینجا با علی موافقم و به نظرم ناخودآگاه هم به علت همون نزدیک شدن طراح مردم به هم دیگه این اتفاق داره میفته ناخودآگاه. ولی اینکه بگیم، اینکه علی گفتی که هنر توی کودکی به ما آموزش داده نشده، من فکر میکنم مثلا هنر اول اینکه چیزی آموزش دادنی نیست، اما اینکه بخوایم مثلا همین هنر آزاد رو هم اگر یک بیسیکی نیاز داره به کودکان مثلا آموزش بدیم، به نظرم باعث این نمیشه که درک بصری جامعه بره بالا. میدونی فقط همین علت نیست به نظر من، به نظر علتهای دیگه ای داره جدای از این آموزشه. یعنی آموزشی بخش خیلی کوچیکی از این قضیه است به نظر. حالا خیلی من روی این واژه یا روی این موضوع تاکید ندارم که باید بهمون یاد داده میشد و اینا. من بیشتر روی این فوکس دارم که خود جامعه انگار تلاشی برای ارتقاء این ماجرا نکرده. اون بیسر رو هممون داریم که به قول تو با یه دونه دایره و 4 تا مستطیل 5 تا مستطیل بدونیم که یه مثلا المان آدم و اینا. متوجه هستم چی میگیم، ولی تو کنه هممون این قضیه هستش که با دیدن یه شکل و شمایلی یا یه چیزی بیافتیم یا یه ذهنیتی به هم بده که این چه چیزی داره به ما میگه. اون پویایی که باید داشته باشه دیزاینه یه میزانی حس میکنم که کمه و تصور میکنم که جامعه نیاز داره به این قضیه. یعنی شاید خود آدمایی که الان زیست میکنن توی مملکتمون به این قضیه فکر نکنن، اما تصور میکنم که تشنه این هستن، یعنی تو ناخودآگاهشون اینطوری هستش. اگه توجه بکنی یه سری بیلبوردها که میره بالا و خیلی خوبن، به هر حال همونطوری که حالا اشاره کردم هستن کارهایی که تفکر بصری هم درشون اعمال شده باشه. وقتی همچین کاری میره بالا، مثلا یه سری بیلبورد میرن بالا، یه سری کار توی سوشال میره بالا، واقعا ریاکشن ها بهشون چندین برابر بقیه پست ها و بقیه دیزاین ها و بقیه کار هاست. این نشون دادن چندین برابره نشون دهنده اینه که جامعه واقعا تشنه هستش و تفکر بصری کار میکنه روی جامعه.
همین بیشتر دغدغه من این بودش که حالا جفتتون بهش اشاره کردید. همین اگه چیز تکمیلی داری بگی راجبش بگو. من نکته تکمیلیم این هست که این در ادامه صحبت شماست این سری، این که دقیقا همینطوره، جامعه نیاز داره، ولی اون در واقع صحبتی که من کردم دقیقا همین صحبت شماست یه مرحله قبلش، که جامعه این درک بصری لازم داره، ولی از اونجایی که معتقدم بیشترین جهت‌دهی مال صنعت طراحی اون جامعه است، واسه همین قبل از اینکه جامعه لازم باشه درک بصری داشته باشه باید اون جامعه طراحش این درک رو پیدا بکنه. و اگر این اتفاق برعکس بیفته، یعنی تو جامعه بیفته، تو طراح خیلی دیده نشه، مثلا همینطوریه که ما گهگاه یک سری طرح خیلی خوب می‌بینیم که جامعه کیف می‌کنه، استقبال می‌کنه، گهگاه می‌بینیم که نه اصلا هیچ خبری نیست و برعکس یه چیزایی تولید میشه که اصلا عجیب غریبه که آقا اینا دیگه چیه. این موضوع من هم باید اولویت رو فقط تغییر دادم، اینکه آقا اون صنعته چون جهت‌دهی فوق‌العاده سنگینی روی جامعه داره، این الزامه رو من واسه اونا می‌بینم، ولی قطعاً نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و معتقدم که واقعاً نیازه. این چیزی که گفتم خیلی چیز ولید و درستیه که آره قبل اینکه اصلا بخوایم به این بپردازیم که جامعه چه میزان نیاز داره و اینا، خود جامعه گرافیک دیزاینرها، جامعه گرافیکی باید متوجه این باشه که یه میزانی عمیق‌تر بکنه کارهاشو. این موضوع رو حالا نگه داریم، من ته اپیزود حتما بهش برمیگردیم، یادداشت میکنم. ولی حالا که راجع به جامعه داریم صحبت میکنیم و یه میزانی هم با هم دیگه هم نظر بودیم، به نظرتون مثلا چه عامل‌هایی تو شکلگیری این رشد درک بصری جامعه تأثیر گذاره؟ مثلا من اینجا اشاره کردم به آموزش که توی کودکی و فلان و مدرسه و اینا، ولی به نظرتون نقش خانواده، رسانه، صنعت طراحی و بقیه چیزا چیه تو این زمینه؟ یعنی خانواده میتونه نقش داشته باشه تو درک بصری، رسانه چه میزانی میتونه تاثیر داشته باشه، صنعت طراحی چه میزانی میتونه تاثیر داشته باشه، و اصلا صنایع دیگه، کارهای دیگه، رویکردهای دیگه، فکر کنم المان‌های شهری، شهرداری فلان، همه اینا میتونن تاثیر داشته باشن. ولی به نظر شما کدومشون بیشترین تاثیر دارن یا کدومشون کلا تاثیرگذارترن؟ خب همه اینا که گفتی، یعنی چه خانواده، آموزش و پرورش، رسانه و صنعت و اینا همه تاثیرگذارن، اما من فکر می‌کنم بشه این عوامل رو خلاصه کرد به یه عامل، اونم تجربیات شخصیه. یعنی وقتی آموزش و پرورش داره یه چیزی به بچه‌ها یاد میده، برای اون بچه تجربه شده، چه من چیزی توی رسانه‌ها ببینم باز برام تجربه شده. حالا جدا از این من فکر میکنم خیلی از ادراک بصری ما خارج از این دسته قرار میگیره و فقط صرفاً تجربه شخصیه. مثلا تست لکه‌های جوهر رورشاخ هم اینو تایید میکنه تا حدی که من آریان مثلا با تو علی که با هم بزرگ شدیم و خیلی تجربیات مشترک داشتیم، درک بصریمون با هم متفاوته، یعنی همچنان متفاوت میبینیم یک چیز بصری. و همون تست رورشاخو که میگم یک لکه جوهر قرینه است و اون شخصی که داره تست میشه باید اشکال تو اون جوهر رو پیدا بکنه و ببینه. میگم اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که تو میبینی برداشتامون متفاوته، این اثر انگوش میمونه دیگه، هر کسی درک بصری خودشو داره. حالا یه سری خرد اجتماعی هم ماها داریم، مثلا ابژه اجتماعی میگن یا همون ابجکت، یه مفهومی که میشه اینطوری بیانش کرد که مثلا من وقتی کلمه ذخیره رو میگم و میگم این کلمه رو توی ذهنت به صورت بصری خیالش کن، شما و خیلی از بچهای دیگه علامت فلاپی دیسک رو توی ذهنتون میارید، در صورتی که شاید خیلی اصلا فلاپی دیسک رو از نزدیک هم ندیده باشن یا شاید حتی ندونن چه شکلیه. ولی این حافظه جمعی ما یا بهتر بگم خرد جمعی ما فلاپی دیسک یا تلفن و اون مظهر ذخیره و تماس و اینجور چیزا میدونه. این هم هست. خلاصه من فکر میکنم تجربه از همه چیز توی شکلگیری درک بصری ما مهمتره و آموزش و پرورش، خود جامعه‌ای که ما داریم توی زندگی میکنیم، اینا اون بستر یا اون خاک این درک بصری اجتماعی که میتونه حاصلخیز باشه، میتونه حاصلخیز نباشه. ببین تجربه شخصی که میگه خیلی ولیده، خیلی درسته،
ولی خب به هر حال تجربه شخصی که دارین ازش یاد میکنی هم تأثیراتیه که زیست ما رومون گذاشته دیگه. یعنی همون نقش خانواده و آموزش پرورش و رسانه و اینا باعث میشه که ما تجربه شخصی داشته باشیم و یه برداشتی داشته باشیم. همون اون زیست است که اون دانش بصری ما رو قلقلک داره یا ورزش داده و الان که مثلا به این سن رسیدیم با توجه به اون تجربه‌ای که داشتیم، با توجه به اون زیستی که داشتیم، میتونیم از این دانش بهره مند بشیم. بنابراین باهات موافقم که تجربه خیلی تاثیرگذاره و تجربه تعیین میکنه این ماجرا رو. اما این نقش المان هایی که توی زیستمون هستش تو این تجربه خیلی خیلی تاثیرگذاره. من فکر میکنم که حداقل ماهایی که توی دهه 70 اینا رشد کردیم، بزرگ شدیم، 70-80 خیلی نقشی ندیدیم. یعنی من خودم به یاد ندارم که من خودم خب متولد 74م، حداقل مثلا سال 84 که 10 سالم بوده دیگه شروع کردم نگاه کردن و بیشتر فکر کردن راجع به این مسائل و اینا. من یادم نمیاد تا سال مثلا 80 چه میدونم 90 اینطور چیزا خیلی المان‌های گرافیکی درست حسابی بوده باشه که من بخواد توی خاطرم مونده باشه. خیلی نقشی نمیبینم از توی خانواده یا توی رسانه یا توی مثلا صنعت طراحی و فلان اینا که باش حالا ارتباط داشتم به یه صورتی بخواد موندگار بشه توی ذهنم. و تمام چیزی که الان من دارم پیادهش میکنم، استفاده میکنم از اون زیسته، همون نکته‌ای که آریان بهش اشاره کرد، مثل همون فلاپ دیسک است، یه خرد جمعی بوده، یه چیزی بوده که توی جامعه هستش و منم طبق همون دارم اینو پیش میبرم. خیلی نقش دارن، یعنی خود خانواده، خود آموزش، رسانه، همه اینا که راجبش صحبت کردیم به نظرم به شدت و حدت نقش دارن. و الان که داریم راجبش صحبت میکنیم کماکان خیلی کمرنگ نقششون. یعنی اگه اتفاقی افتاده توی درک بصری جامعه ما که مثلا متولدین 90 یا متولدین مثلا 80 خورده به بعد باهاش سر کار دارن، یه میزان درک بصریشون از متولدین قبل از اون احتمالاً بهتره، چون رخشون رسانه دست کم خیلی پررنگ‌تر شد با ظهور حالا سوشال‌ها و اینطور چیزا. درک بصری اون آدم‌ها خیلی خیلی بهتر از آدم‌هایی مثل منه که قبل از این دوره‌ها زیست کردیم. و خب خود اون سنم خیلی تاثیرگذاره دیگه. من توی نوجوانیم چه چیزایی دیدم و اون کسی که الان مثلا 20 سالشه توی نوجوانیش چه چیزایی دیده. بنابراین من خودم این عوامل خیلی تاثیرگذار میدونم و اگه بخوام نام ببرم از عامل‌هایی که به شکل گیری و رشد درک بصری جامعه تاثیرگذار هستن، مهمترینش رو واقعا آموزش میدونم. یعنی قبل از رسانه و فلان و اینا من فکر میکنم آموزش خیلی حائز اهمیته. همونطوری که ما دانش‌های دیگه‌مون که داریم مثل دانش‌های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی که تو آموزش بهمون یاد میدن، این درک بصری تو آموزش بهمون یاد داده نشده. نمیخوام بگم که الان ما باید درسی داشته باشیم تو مثلا مدرسه هامون تحت عنوان مثلا گرافیک دیزاین و بیان بهمون میگن که این یعنی این، اون یعنی این. نه، توی خود مدارسمون، توی خود دانشگاهامون اصلا از این المان‌های بصری درست حسابی هم استفاده نمیشه. یعنی ما چند تا مدرسه الان داریم که مثلا خوشگل باشن، اصلا نمیگم گرافیک دیزاینر خفن داشته باشن، خوشگل باشن، خیلی کمن. از اون سو مثلا دارم به این فکر میکنم که گرافیک دیزاینرهای ما هم صرفاً به همون خرد جمعیه اکتفا میکنن. ما حالا یه بحثی الان داریم که مثلا یه کمپینی میخوام برن بالا، کمپانی ها میگن که آقا تارگت آدینس ما مثلا کیان، ولی این کافی نیستش واقعا. یعنی همین که صرفاً بدونم که آقا من قراره که مثلا میگم و بین بازی 15 تا 25 ساله ها این تارگت هم این کمپین هم برن بالا، پس میام مثلا مثال میزنم و فکر نکنید تو طراحی میکنم، چون برای 15 تا 25 ساله است مثلا بیام نئونی کار بکنم که جوان پسندان است، مثلا رنگ شارپ استفاده کنم جوان پسندان است. این کافی نیستش واقعا و یه میزانی باید عمیق‌تر بشیم تو این موضوع. و اگه عمیق‌تر نمیشیم تو این موضوع، من تصور میکنم که برمیگرده به اون آموزشه. تو خود فضای آموزشی و خود آموزشه توی زیست ما هیچ وقت وجود نداشته و همواره درک شخصی خودمون به قول آریان بوده که به این خرده هم رسیدیم. حالا نمیدونم چقدر حال صحبتم درست بودش یا غلط بودش، چقدرش متوجه شدی، ولی سعی کردم هرچی به ذهنم اومد بگم دیگه.
آقا نظر شما چیه؟ تو فکر میکنی که چه میزانی، یعنی چه عامل‌هایی تو شکل‌گیری درک بصری جامعه ولیده یا تاثیرگذاره؟ من فکر میکنم که در واقع میخوام به صحبت شما یه اضافه بکنم، چون نکاتی که شما دو بزرگوار گفتید من خیلی موافقم و اتفاقیه که باید بیفته. اما در مورد اتفاقی در حال رخ دادنه الان، من معتقدم که در حال حاضر رسانه بیشترین تأثیر رو داره میذاره و با توجه به اینکه حالا همه‌گیر هم هست، یه سیلی از محتوا رو داریم میبینیم که اینا هر کدوم مثلا از یک سری جامعه ها، ملل ها، یه سری علوم دیگه‌ای که متعلق به یه سری فرهنگ‌های دیگه است داریم میبینیم. بعد اینا یه سردرگمی و آشفتگی زیادی برای مخاطب درست میکنه. حالا این وسط اگر که اون صنعت طراحی اون جامعه فکری نکنه، نخواد جهت بده که تو موضوع قبلی در موردش صحبت کردیم، اون جهت دیگه از طرف خود اون جامعه اتفاق نیفته، یه شلم شوربایی میشه که اصلا همه چی قرم قاطیه. ولی اون نکاتی که شما گفتین، قطعاً آموزش میشه گفت شاید بهترین جایی باشه که میتونه روی درک بصری هر فرد تأثیر بذاره، چون تا قبل از اون، یعنی پیش‌فرض اینه که همونطور که شما بهش اشاره کردین، ما مثلا تا سن شاید 13 14 یا حتی مثلا 15 16 سالگی درگیر همون سلیقه ها و زیبایی شناختی هستیم که از دنیا پیرامون داریم. تو اون مرحله خانواده خیلی موثره، یعنی خانواده من فکر میکنم که به درک بصری ما تأثیری نمیذاره خیلی، ولی روی سلیقه‌مون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و پس از اون که ما دیگه به یک مرحله از زیبایی شناختی رسیدیم، قطعاً اگر که دغدغه‌ای وجود داشته باشه یا یک نگرانی وجود داشته باشه تو این حوزه، خب من ورود پیدا میکنم، میرم سمت اینکه آموزش ببینم یا ادامه بدم که این منجر میشه به اون درک اصول و قواعد رو حالا یاد گرفتم. در غیر این صورت همون سلیقه‌ای که دارم میاد تا با منه دیگه. خب حالا که رسیدیم به اینجا، من 2-3 تا سوال داشتم که فکر میکنم که باید مرجش بکنم و یکی بکنم، چون داریم ستامون هم یه میزانی مثال میزنیم. حالا تو حمید رضا یک میزانی اشاره کردی به اهمیت رسانه و یکم اولاتر میبینی قضیه رسانه رو. من خودم آموزش رو و آریانم حالا درک تجربه شخصی و درک تجربیات شخصی رو. من چیزی بگم؟ ببین، من دارم میگم ریشه این خانواده و اینجور چیزا میشه تجربیات، یعنی یه جوره حرفمون یکیه. تو داری میگی مهمترین نقش رو آموزش و پرورش میتونه بذاره، حمید داره میگه رسانه نقشش در حال حاضر پررنگ‌تره. یعنی ستامون داریم یه چیزی رو فکر می‌کنم چیز نمیشه، حرفامون مداخله نمیکنه با هم دیگه، تداخل نداره. نه تداخلی وجود نداره، صرفا داریم اهم و فلاهم میکنیم. یعنی مثلا میگم اگه من بشم وزیر گرافیک دیزاین مثلا ایران، میگم که آقا از آموزش پرورش شروع بکنین. حمید رضا میره میگه نه مثلا فرهنگ درست، میدونی اهم و فلاهم هست. وگرنه صدا میدونیم که آقا یه سری عواملی هستن تو جامعه که تاثیرگذاره. آخه تو این حالت هم باز میگم، تو داری میگی تأثیر آموزش و پرورش زیاده، حمید داره میگه رسانه در حال یعنی تو میگی تأثیرش میتونه بیشتر باشه، یعنی اگر تأثیر بذاره بیشترین تأثیر رو میذاره. حمید میگه در حال حاضر که آموزش پرورش ما این کار رو نمیکنه، رسانه بیشترین تأثیر رو داره میذاره، ولی پتانسیل آموزش و پرورش بیشتره. آره همینه، من خودم موافقم که همین الان رسانه داره بیشترین تاثیر رو میذاره. آره یعنی میگم موافقیم، یعنی اهمیت هم باز به نظرمون یکیه. نه مخالفتی وجود نداره، صرفا داریم سر این بحث میکنیم که چه عواملی تاثیرگذاره و حالا یه سری یعنی تو صحبت هامون یه طوری پیش رفت که بعضی عوامل رو هر کدوممون تاثیرگذارتر میدیدیم، ولی تو جایی که کویره فرق نمیکنه توی درخت بکاری یا سبزه بکاری، جفتش معلوم میشه دیگه. آره حالا اون چیزی که من میگم درخته، اون چیزی که شما میگی سبز است. حالا 2-3 تا سوال داشتم راستیتش جلوتر که فکر میکنم که اینا رو باید یکی بکنم، چون که خیلی یکم هم بحث سنگینه، عمیقه، راجع به درک بصری و اینا
من تا به حال حداقل نشیدم کسی بهش اشاره بکنه، بنابراین صحبت کردن راجبش یکم سخت میشه. و حالا که شروع کردیم به مثال زدن، حمیدرضا شروع کرد مثال زدن راجب خانواده و تاثیر سلیقه و فلان اینا، و منم داشتم صحبت میکردم راجب تجربه و زیست و اینطور چیزا، آموزش پرورش و مدرسه و نوجوانی و تینیجری و اینطور حرفا. اصلا چطوری ما میتونیم درک بستری توی زندگی روزمره مردم مشاهده بکنیم؟ یکی این موضوعه که سلیقه مردم به چه تأثیر گذاره توی درک بصریشون، مثل انتخاب محصولاتشون، دکوراسیون خونه و فلان اینا، و اصلا چه آموزش هایی میتونن به ارتقای این ماجرا کمک بکنن، و رسانه چه تأثیری داره توی شکل گیری این سلیقه و آگاهی مردم. یعنی ما راجبه یه چیز داریم صحبت میکنیم تحت عنوان سلیقه که ربط مستقیم داره به این درک بصریه. حالا ما واژه‌شو فقط داریم تغییر میدیم. یه سری آموزش داریم که کمک میکنه به این درک بصریه، که حالا من اشاره کردم به سیستم آموزش و پرورش کشورمون، و یه سری رسانه داریم که تأثیر گذاره توی این شکل‌گیری سلیقه و آگاهی درک بصری و اینطور چیزا. چه المان هایی توی روزمره جامعه هست به نظرتون که کمک کننده است به ارتقای درک بصری جامعه، و آیا ما به عنوان گرافیک دیزاینر باید اصلا به اینا فکر بکنیم، اشاره بکنیم، متوجهشون باشیم؟ ببین درست نیست که ما بگیم مثلا یکی یه محصولی مثل مبل مینیمال بخره، ما بگیم طرف مثلا سطح درک بصریش بالاه، از اون ور یکی مبل چه میدونم سلطنتی بگیره بگیم سطح درک بصریش پایینه. این مربوط به سلیقه است، اینجا مربوط به سلیقه است. ولی هست واقعا اینطوری. حالا این باز میاد سلیقه است. یا مثلا لباس هم همینطور، سلیقه اون شخص اینو میطلبه. پس نمیتونیم از اون محصول هایی که طرف انتخاب میکنه به این نتیجه برسیم که طرف درک بالا یا پایینی داره. توی این مثال اگه یه فاکتور دیگه‌ای بیاد، من فکر میکنم میشه یه جورای حالا با خیلی تلاش کردن اون سطح درک بصری فرد رو تشخیص داد. اونم فاکتور اینه که قبل یا بعد از اینکه حالا اون محصول رو طرف انتخاب میکنه ازش بپرسیم یا یه جوری دریافت کنیم که سلیقش چیه. میدونیم مثلا یکی بیاد به من بگه سبک مینیمال خیلی دوست دارم و لباسی رو انتخاب بکنی که رنگی پلنگیه، چه بدونم زرق و برق داره، مشخص میکنه که طرف تفاوت اون چیزی که میخواد و اون چیزی که توی خارج از ذهنش وجود داره رو نمیتونه تشخیص بده و درک بصری پایینی داره. ببین من یه چیزی اشاره بکنم، این ماجرای درک بصری حالا صرفا سر چیز نیستش، انتخاب محصول اینا نیستش. ما حالا چیزی که انداختم وسط این مثال ها بود که چطوری میتونیم مثلا درک بصری ملت رو بسنجیم که به چه صورته. حالا تو انتخاب محصول و پوشش و اینا یه میزان سلیقه فقط دخیل هستش که اونم صادقانه است، خیلی شخصیه. مثلا من خودم مثال میگم ببخشید، ولی مثلا من پیرسینگ بینی رو نمیپسندم. خب این خیلی سلیقه شخصی قضیه. درک بصری که من دارم بهش اشاره میکنم تو صحبت و رفتار آدم ها کاملا قابل درکه. یعنی مثلا میگم ما فکر کن که تو طول روز چقدر تعدادش تو طول روز با هم دیگه صحبت میکنیم، سر کار، تو جامعه، بقالی، چقالی، چه میدونم تو ماشین، تاکسی، با همسرت، با پارتنرت، اینا صحبت میکنی که آقا فلان بیلبورد رو دیدی. مثلا اون درکی که طرف از اون بیلبورد میکنه با اون درکی که من میکنم از بیلبورد شاید متفاوت باشه. و اون چیزی که برای خود من بارها پیش افتاده که آدم‌هایی که باشون سر کار دارم مثلا میگن که چه بیلبورد آشغالیه، مثلا یعنی چی مثلا فلان چیزو نوشته، در حالی که واقعا اون تلاش کرده که چیزو برسونه. خب این متوجه این میشم که آقا درک بصری این کسی که دارم باهاش صحبت میکنم پایینه، در حالی که اون کسی که اون بیلبورد طراحی کرده خیلی ساده اتفاقا طراحیش کرده. خب حالا دیگه نگاه نمیکنم که این کسی که دارم باهاش صحبت میکنم چون پیرنش گلگلیه مثلا حالا درک بصریش پایینه. اوکی، کمان که خود منم خیلی پیرن گلگلی میپوشم. این چیزی که میگم راجع به چطوری میتونیم درک بصری رو تو آدم ها ببینیم، من فکر میکنم تو رفتار و گفتگوهایی که با آدم ها داریم کاملا قابل مشاهده است. این یه خیلی مثال ساده بود که راجع به بیلبورد زدم. خب
حالا ما اصلا طراحا چه وظیفه‌ای داریم؟ الان پیش خودمون بگیم که خب اوکی، ملت که خیلی درک بصریشون با توجه به آموزش‌هایی که داشتن، تجربه زیستی که داشتن خیلی بالا نیستش. خب چرا من گرافیک دیزاینر باید تلاش بکنم که این درک رو ببرم بالا؟ تعدد این ماجرا باعث میشه که درک دیزاینی مخاطب که همون مردممون باشن بره بالا. یعنی تعدد گرافیک دیزاین هایی که مخاطب رو به فکر فرو ببره باعث میشه که مخاطب مجبور باشه که فکر بکنه. رسانه نقشش خیلی زیاده الان، اما رسانه تمام چیزهایی که داره تولید میکنه الان خیلی ساده انگارانه است. یعنی طبیعتا داریم همه میبینیم دیگه چقدر تعداد صفحاتی که توی مثلا سوشال ها هستن که به صورت زرد دارن کار میکنن بالاتره و مخاطب بیشتری دارن. حداقل توی ایران دارم راجبش صحبت میکنم. این مخاطب بیشتره که رسانه های زرد دارن، به خاطر همینه که طرف نیاز است فکر بکنه دیگه. آقا تعارف نداریم، همین الانش مثلا پادکست ما چند نفر مگه گوش میکنن؟ خیلی کم گوش میکنن به نسبت اون کسی که مثلا داره جوک تعریف میکنه و مثلا پادکست تولید میکنه. من واقعا همچین پادکستی نمیشناسم، اگر هم چیزی هست من قصد توهین ندارم، صرفا دارم توضیحش میدم. بنابراین خود تعدد ماجرای کمک میکنه به اینکه درک دیزاینی بره بالا. حالا چه الزامی اصلا درک دیزاینی بره بالا؟ قبلش بهش اشاره کردم، زیستمون بهتر میشه. اصلا خود فلسفه دیزاین که برگرفته از هنره باعث میشه که آدم‌ها یه میزانی آرومتر بشن، یه میزانی پویاتر بشن. چقدر این دوتا فرق داشت. پویایی که دارم راجبش صحبت میکنم صرفا پویایی ذهنه که بیشتر فکر بکنن، تأمل بکنن و زیست بهینه‌تر و بهتری داشته باشن. نمیدونم چقدر حالا صحبتمو دوباره متوجه شد یا نه، اما من فکر میکنم که دیزاینر هامون هم دارن کمکاری میکنن و کمپانی هامون هم صرفا سر این که آقا ساب برند چی میخوادش همونو بزنم دارن میرن جلو، نمیگن که مردممون چی میخوان. خیلی دیدیم دیگه، هم دیگه تبلیغات تلویزیون و بیلبورد و اینا همه شده مثلا شعر و آهنگ و از اینطور چیزا. خیلی مثلا مثال های زیادی دارم که آدم ها رو به تفکر فرو بردن و درست هم اجرا شدن. آخرین چیزی هم که دیدم مثلا بیلبوردهای دیجیکالا بوده که برای باز شدن مدارس کار کردن و جای مثلا فلان چیز خالیه و طراحیش کردن بوده. به نظرم آدما رو قشنگ به فکر فرو میبره راجع به اون طراحیه. خیلی ساده نیستش که سریع طرف ببینتش و بره، موندگاره. یا مثلا کاری که علی بابا مثلا با وربالش کرده بود، فکر میکنم که راجع به سفر و اینا بود که وقتی از سفر برمیگردی چه خوبه که مثلا ببینی که فلان اتفاق افتاد و این طرف. نمیدونم علی بابا بود یا فلای تو دی بود، اما میگم که کم نیستن از این دست مثال هایی که مخاطب رو مجبور به تفکر کردن، ولی کافی نیستش صادقانه. همین از نظر تو چیه؟ تو چه میزانی فکر میکنی که، یعنی چه المان هایی فکر میکنی که توی زندگی مردم هستش که ما میتونیم بفهمیم که اون درک بصری داره یا نداره؟ من صحبت‌های شما رو که داشتم گوش میدادم، همونطور که گفته خب یه بخشی عمده از زیست ما برمیگرده به سلیقه، یعنی ربطی نداره به تفکر طراحیمون، چون خیلی بایدها نبایدها، فرهنگ، اصلا بحث مالی، همه چی خیلی پارامتر زیادی وجود داره تو این تجربه زیستی که ما میکنیم. ولی شاید جدا از اون نکاتی که شما گفتین، شاید خودم هم مطمئن نیستم، ولی شاید با مجموعه انتخاب‌های یک آدم بشه به اون درک پی برد. حالا با یه بازه زیاد مثلا کمی این ور اون ور که آقا کلیت داستان، مثال دارم میزنم، این که من مبلم مثلا نارنجیه، دوست دارم نارنجی باشه، سلیقمه، فرشم دوست دارم آبی باشه، اونم سلیقمه، ولی این که مثلا 10 تا وسیلم هر کدوم تو بدترین حالتیه که از نظر اصول و قاعده میتونه باشه، این خب دیگه بحث اینه که من پس درک بصری کافی شاید ندارم. ولی این با یه بازه است، نمیشه دقیق گفت، چون اونم باز برمیگره به خیلی پارامتر دیگه. جدا از این، خود طراحانم همونطور که شما گفتین تلاشی نمی‌کنن. من فکر می‌کنم یه مسیر مبدا مقصدی طور بوده، یعنی رفت و برگشتی شاید اینجوری که ابتدا اون طراحان ما درک بصری زیادی داشتن، یه سری محتوا تولید می‌کردن، بعد دیدن که این نمیخوره به جامعه ما، جامعه ما پذیرای این تفکر نیست.
این برمیگره به اون بخش اولی که آریان داشت میگفت، تفکر طراحی. اومدن اونو تغییر دادن به واسطه اینکه آقا جامعه پذیرای این نیست. بعد جامعه رشد کرده، طراحا هنوز دارن رو اون سبک قدیمی که آقا جامعه پذیر نیست دارن کار میکنن. یعنی این مسیری که اینا اینوری میرفتن اونا دارن اینوری میان. یه همچین اتفاقی فکر یعنی فکر میکنین که دیزاینرها اول به این فکر کردن، یعنی تلاش خودشونو کردن ولی دیدن وقتی جواب نمیده دست از تلاششون کشیدن. آره. بعد الان دوباره داره این اتفاق میفته. مثلا ما همین چند سال پیش، البته این صحبتی که کلا آدم میکنم مثلا مال بازه تا 10 سال پیشه، خیلی گسترده نیست، ولی ما مثلا اخیراً طرح‌ها خیلی شبیه هم شده بود، تو هر قسمتی تو هر زمینه‌ای. الان دوباره داره تغییر میکنه. واسه همین میگم فکر میکنم این جاده این شکلی بوده، اینا داشتن اینوری میومدن، طرح‌ها داشتن اونوری میرفتن، بعد اینا جلو هم به هم رسیدن، دیدن الان جامعه پذیراه، اومدن دارن یه کار جالبی ارائه میدن. حالا ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که چه عواملی مؤثر و چه المان‌هایی میتونیم ببینیم و اینا. همین الان دارم بهش فکر میکنم ما چه میزانی مثلا طرح داریم که ماندگار شده واقعا. یعنی شاید مثلا توی هویت بصری و لوگوها و اینا بتونیم اشاره بکنیم، ولی چه میزانی مثلا طراحی داریم که ماندگار شده باشه؟ حتما که نیازی نبوده که ماندگار بشه دیگه، یعنی کارکردش برای همون پریود زمانی بودی که داشته مثلا یه رویدادی میرفته بالا، بنابراین به صرف همون مقطعی که اون کار داشته اجرا می شده اون طراحی هم اجرا شده، یعنی موج سوار همون موج شده. ولی نکته‌ای که هستش اینه که عمر این دیزاین ها هم داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. مثلا میگم قبلا ما نشریات خب خیلی بیشتر از این چیزی که الان چاپ میشه بودش و طراحی هایی که تو نشریات بودش ماندگار بود. مثلا طرف اگه مثلا میگم همشهری جوان خیلی خوب کار میکردش، جلدش مثلا هر هفته از یه سبکی پیروی میکرد و هر هفته طراحی هاش حرفی برای گفتن داشت. ولی الان اصلا عمر مفید یه المان بصری خیلی کمتر و کوتاه‌تر از قبل شده، بنابراین شاید اصلا نیازی هم نباشه دیزاینرها خیلی به ماندگاری طرحشون فکر بکنن. حالا چرا از همه حرف ماندگاری رو زدم؟ برای اینکه خود قضیه تولید کردن یه گرافیک دیزاین قابل تأمل و تفکر یکی از ارکانش اینه که خب تایم زیادی میبره دیگه. طبیعتاً تو اگر برای یه کار همینطوری 2 روز زمان میذاری، برای اون باید 20 روز زمان بذاری، و وقتی عمر مفید ماجرا کم شده چه کاریه که تو بخوای 20 روز زمان بذاری؟ مثلا همشهری جوانی که میگم هفته یه بار میمده، 1 هفته فرصت داشتن که طراحی بکنن و بدن بیرون کاره رو. الان مثلا میگم یه چیزی شبیه به همون اومده شده، یه پیج اینستاگرامی یا مثلا یه وبسایت خبری که طرف خبر رو میخونه دنبال خبر بعدی همون دقیقه، یا پست رو میبینه دنبال پست بعدی مثلا فردا. بنابراین اون طراح هم تایمی نداره که بره جلو. برای این بود که موضوع ماندگاری رو توضیح دادم. ولی یه سری چیزا هستش مثل همین کماکان، مثل بیلبوردها یا تبلیغات تلویزیونی که عمرشون بیشتره با توجه به جایگاهی که دارن. مثلا بیلبوردها رو 1 ماه میبندن، 2 ماه میبندن، یا تبلیغات تلویزیونی رو دست کم 1 ماه میبندن به بالا. وقتی عمرش زیاده تو تایم هم داری برای اینکه بخوای اکرانش بکنی، اکران درست بکنی و کمک بکنی به ارتقای تفکر بصری جامعه. ولی اتفاقی که داره میفته، برخوردی که با این مسائل میشن برخوردی که با همون اینستاگرام میشه.
من فکر میکنم که یه میزانی باید اینا با از هم دیگه تفکیک بشن. یعنی منی که دارم یه موضوعی رو دیزاین میکنم برای 1 ماه 2 ماه 3 ماه که یه جایی مثل بیلبورد یا تلویزیون بخواد مثلا پخش بشه یا اکران بشه، باید که بیشتر فکر بکنم، بیشتر روی تاثیرگذاریش زمان بذارم و توجه به این بکنم که این کار من از کار قبلیم تأثیر بیشتر روی جامعه بذاره. تأثیره رو نیام ببینم که تو اینستاگرام چه چیزی ترند شده همونو بیام تو تلویزیون برم. تأثیره رو این بذارم که اگر سری قبلی طرف باید مثلا میگم 3 ثانیه تایم میذاشته برای دیکود کردن تبلیغ من، این بار 5 ثانیه تایم بذاره. اوکی؟ یا اینطوری بگم، شاید اینطوری اصلا بهتر باشه، اگه سری قبل طرف داشته 10 ثانیه زمان میذاشه برای دیکود کردن تبلیغ من، انقدر اون تبلیغ من درست بوده باشه که این یکم ارتقا پیدا کرده باشه درک بصریش، این بار به جای 10 ثانیه مثلا 7 ثانیه دیکود کنه تبلیغ منو و همینطور بره جلوتر ماجرا. ولی خب همچین تفکری نیست دیگه، دست کم من نمیبینم. حالا شاید اصلا سوال باشه که چه میدونم مرد حسابی علی تو اصلا تو خودت تو طرحات همچین چیزی رو به کار میبری؟ نه، یعنی این تلاش هم اینه که بکنم ولی نمیشه. یعنی اون جایی که همواره من کار کردم براشون یا مثلا پروژه اومده سمتم نخواسته همچین چیزی رو، صرفا خواسته که آقا این قشنگه دیگه کارش بکن. ولی یه بار، یعنی چند بار اتفاق افتاده، یه بار که خیلی یادمه برای یه پروژه هویت بصری که داشتم کار میکردم برای گروه عمرانی بودش، این ماجرای دیکود کردنه و این ماجرای تفکره خیلی توش دخیل بودش و واقعا میگم من به هر کس که اون کار رو نشون دادم چند بار نگاهش کرد و خوشش اومد، در حالی که خود من فکر میکردم که این کار اصلا بالا نیاد و خوب نباشه و همواره، حالا آریان همیشه یادشه میگفتم این خوب نیست و فلان و اینا. چرا؟ چون تاثیر جامعه رو من بودش که، یعنی برعکس بود قضیه، جامعه رو من تاثیر گذاشته بود که آقا من نمیخوام اصلا دیکود بکنم، من میخوام همینطور ببینم برم، فکرم نمیخوام بکنم. اما وقتی دیدم که تو یه کاری میکنین که مخاطب فکر میکنه راجع به مسئله، مخصوصا دیزاین، خیلی ماندگاریش بیشتر میشه و تاثیرش هم خیلی درست حسابی تره. یکم حرفام به در دیوار زد. آریان تو یکم صحبت کن راجع به موضوعات. این که بگیم که وقتی مثلا یه کاری بخوای دیکود بکنی یا تفکری پشتش باعث میشه دیزاین یا مثلا کیفیت بالاتری داره یا درک بصری مخاطب بره بالا، من با این مخالفم حقیقتشو بخوای. من توی این نمیبینم. من فکر میکنم اون دیزاینی سطح بصری آدم رو میبره بالاتری که با زبان ساده تری مفهوم پیچیده‌ای رو بخواد توضیح بده. یعنی تا میتونه ساده بخواد صحبت بکنه. ولی اتفاقی که داره میفته توی مبحث دیزاین که میگی چرا دیزاینرها تلاشی نمی‌کنن برای اینکه سطح درک بصری جامعه رو ببرن بالا، من یه اعتقادی دارم به نظریه تکامل یا همون فرگشت که فکر می‌کنم توی بیزینس ها و دیزاین و این درک بصری هم الان وارد شده. ببخشید یعنی شما فکر نمی‌کنید که خدا همه ما رو آفریده؟ اون که صد البته، ولی ما سلول بودیم بعدن شدیم ماهی بعد شدیم حالا به هر حال ولی خیلی از طراحا اون چیزی که کارفرما میخواد اجرا میکنن. میدونی اگه بخواد غیر اون اجرا بکنه ناخودآگاه حذف میشه از اون دایره تکاملی بیزینسه. منم همین رو میگم. منم تو صحبتام به این اشاره کردم که خود من علی میانجی هم همینطوری بودم، عموما نمیکنم خود سانسوری داری. آره، ولی من میگم که من دیزاینر هم یکی از وظایفم اتفاقا اینه که اون کارفرما رو متوجه بکنم، نه یه شبه ها ولی خب تو طول ماجرا. آخه مثلا ما خودمون مگه نبودیم چقدر سر و کله میزدیم تا دیزاین اون مجموعه درست بشه، چقدر سنگ انداختن، آخرش هم میدونی چی شد. یه چیزی بگم قبل اینکه صحبت تموم شه، ببخشید. الان تو موافقی که ما یعنی موافقی که درک بصری جامعه باید رشد بکنه؟ از این چیزی که تا الان هست بیشتر بشه؟ چه میدونم، مثلا ما وظیفه داریم که اینو بیشترش بکنیم، زیست آدما بهتر میشه، زیستشون بهتر میشه، ولی به نظرم وظیفه نداریم و اونقدر اهمیت نداره که بخوایم انجام بدیم. به نظرم ناخودآگاه مثل اون تکامل اونم داره انجام میشه. یعنی کم اهمیت اصلا جلوه میده ماجرا برای تو؟ نمیگم کم اهمیت، میگم اونقدری که
فکر میکنیم ارجح نیست، میدونی؟ یعنی نمیگم ارجح نیست، بذار اینطوری بگم که ناخودآگاه خودش اتفاق میفته، نیازی نیست ما دستکاری بکنیم. اوکی، من میخوام اینو بگم که الان تعداد آدم‌هایی که یعنی تعداد دیزاینرهایی که گرافیک دیزاینرهایی که به این قضیه فکر میکنن که آقا طرح من تفکری رو ایجاد بکنه خیلی کمتره به نسبت اون دیزاینرهایی که میگن این اتفاق نیفته. خب من خیلی کمتره ها. رفتی به درک بصری جامعه. خب نه، من میخوام بگم که یه میزانی اگه تعداد اینا بیشتر بشه، اون اتفاقی که از سمت کارفرما هم حتی داره اتفاق میفته کمتر میشه. آره. بعد خود این باعث میشه که آقا مثلا میگم اگه الان 3% جامعه گرافیک دیزاین داره به این ماجرا فکر میکنه، اگه این 3% مثلا بشه 10%، این رشدش تصاعدی خیلی خفن‌تر میشه و با هم دیگه میتونیم که یه درک بصری و شعور اجتماعی این ماجرا رو یکم ببریم بالاتر. ولی چیزی روش اصراری روش ندارم که حتما باید این کارو بکنیم، ولی میخوام بگم که حائز اهمیته. ما وظیفه حالا خیلی آنچنان نداریم که بخوایم بگیم که آقا بیاید با هم دیگه یه کامیونیتی تشکیل بدیم که بخوایم مثلا درک بصری جامعه رو ببریم بالا. نه، انقدر چیزای خفن‌تر و مهمتر و عجیب‌تری هستش توی جامعه که اصلا این توش گمه. ولی رویکرد ما دیزاینرها هم انقدر داره بد میره جلو راجع به این موضوع که دستمایه تفکرات غیر دیزاینی و غیر گرافیکی بقیه آدم‌ها میشه، چه از سمت جامعه چه از سمت کارفرما. میدونی من چی رو فکر میکنم؟ ببین، من حس میکنم این بحث درک بصری جامعه و همین که کیفیت کارهای طراحا مثل طبیعت میمونه. یعنی تو نیازی نیست دستکاریش بکنی، خودش میدونه چجوری خودش رو اصلاح بکنه، چطور پیش بره. ما چرا مثلا یه بیلبوردی اومده بود از مکدونالد چند وقت پیش، یه عکسی بود از برگرهای فاسد و بالاش اسلوگانش نوشته بود ما مواد افزودنی نداریم. این خیلی کار خفنیه، من خیلی خوشم اومد. ولی چرا مکدونالدز میتونه این کارو بکنه؟ چرا تو خود امریکاش هم خیلی از شرکت‌ها حدود 70-80% این کارو نمیکنن؟ چون هزینه این که بخوان یه تیمی جمع بکنن، خوب فکر بکنن، یه خروجی خوب بخوان بدن رو ندارن. من فکر می‌کنم تو ایران هم با توجه به اینکه هزینه‌ها خیلی، یعنی تو کل دنیا اینطوریه که هزینه باعث میشه تو خروجی خوب داشته باشه، هزینه باعث میشه تو به اون هدفت برسی. نقیده منه تو ایران خیلی کم کمپانی داریم که بتونه هزینه خوب و درست بکنه، چون مصرف کردن هزینه هم خودش یه دانشی داره. این اتفاق نمیفته. حالا اینکه ما طراحا بخوایم به این سمت بریم، هر چقدر زور بزنیم، فکر کنم تا اون درست نشه این درست نمیشه. آره، ولی تلاشمون رو باید بکنیم. ببین بحث هزینه رو میکنیم، موافقم باهات. آره، الان من بخوام 4 نفر که دیزاینر خفنن رو استخدام بکنم تو این کمپانی، باید هزینه بیشتر بکنم. ولی فقط همون نیست، ببخشید، تو باید بدونی چطوری تیم رو هندل بکنی، چطور تاسک بهشون بدی. فقط 4 تا طراح استخدام کردن و چه می‌دونم یه بریف دادن نیست واقعا. ببین میفهمم چی میگی، ولی میخوام بگم تو موارد نادری هم که مچ میشه ماجرا، ما خودمونم با هم دیگه این تجربه رو داشتیم. من و تو و حمیدرضا این تجربه رو داشتیم که مچ شده ماجرا و خواستیم مثل چیزایی رو ارائه بدیم که مثل همین موضوعی که داریم صحبت میکنیم یه میزانی در دیکود کردن شاید سخت‌تر باشه، ولی بعدش یه مومنتی داره که خیلی خفن و اینا و میدونستیم که تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. مجموعه ها به این قضیه تن نمیدادن. خب یعنی میخوام بگم که اون موقع براشون هزینه نداشته. اگه هزینه صرفا هزینه مالی منظورته، نه این اتفاقی که داره میفته اینه که من و تو حمید داریم تو ایران زندگی میکنیم، اون کمپانی تو امریکا این کار انجام میده، جدا از اینکه دانششو داره، هزینه‌ش هم داره، نمونه که اتفاق افتاده هم دیده. تو ایران همچین اتفاقی نیفتاد. یعنی من و تو حمید وقتی همچین کانسپتی رو ارائه میدیم به اون کمپانی، هر چقدر هم هیچی هزینه نداشته باشه، اون میگه که آقا من هم چیزی ندیدم، طبق سلیقه‌اش نیست. اون میاد بر اساس سلیقه انتخاب میکنه، بر اساس اون دانشه و اون هوشی که باید انتخاب بشه انتخاب نمیکنه. خب ببین میدونم چی میگی. میخوام بگم که خب الان وظیفه ما چیه؟ یعنی ما اصلا وظیفه داریم که این کارو بکنیم یا نه؟ تو میگی آقا خودش تکامل پیدا میکنه. آره. دیگه تلاش دست و پای نزنیم. درسته؟ دقیقاً. خب بعد یه سوالی، الان مثلا من یه فکر کن که یه جا دارم کار میکنم، تیمم هم مثل خودت و حمید مثلا خفنن، خوبن، داریم کار میکنیم، بعد مثلا یه کاری ازم میخوان، من تلاشی بکنم برای اینکه کاری که تفکر دوش باشه ارائه کنم یا نه؟ چون بدونم که آقا
طرف که اصلا مهم نیست براش این که کار تفکر داشته باشه، بنابراین براش من دست پای بی خود بزنم. تفکر رو حالا بذاریم کنار، اون کاری که به نظر خودم خوبه رو انجام بدم یا نه. به نظر من باید همون کار بکنی اتفاقا و تلاش هم بکنی که ثابت بکنی به کارفرمات که این کاری که به عقیده من خوبه رو باید انجام بدی. چرا؟ چون عقیدت این چیزه. ولی راجع به این که ما تلاش بکنیم که تفکر یه جامعه رو عوض بکنیم، من میگم نه، خود به خود هر چقدر زور بزنی نمیتونی تفکر یک جامعه رو عوض بکنی. ولی توی کار خودت اون کاری که به نظر درسته رو انجام بده و روش هم اصرار بکن. تو خودت که منو میشناسی چقدر صحبت میکنم با آدما راجع به این که یعنی انقدر پافشاری میکنم تا طرف قبول بکنه، زیر بارم نمیرم. آره اینطوری هستی. آره بهت میگم داداش اشتباهه ولی تو پافشاری میکنی. ولی آره منم اینطوری نیستم که بخوام جامعه رو اینطوری باشیم که تفکر رو عوض کنم، ولی تلاشمون رو باید بکنیم. حالا تو خودت هم اشاره کردی به اینکه تلاش بکنی. همین آقا ساکتی. عرض شود که موافقم دیگه باهاتون، چیزی ندارم بیافزونم. یه مثالی ولی دارم در همین زمینه. بفرما. که مثلا همین من رفتم تو ارائه گفتم که آقا با 7 دلیل، آقا با این 7 دلیل ما منو همبرگری نمیخوایم، حذفش کنیم. کارفرما دقیقاً همین جمله آریانو گفته که آقا نه همه دارن. من گفتم من این 7 دلیل هستا، بعد گفته که نه مثلا ما تو رو حاضریم اینجا ازت همبرگر درست کنیم ولی این باید همبرگری داشته باشه. البته شاید باورتون نشه این مثالی که زدم حالا شاید مسخره باشه، ولی من یه جواب مسخره تر دادم و حل شد. من گفتم من حاضرم از من همبرگر درست کنید ولی این همبرگری حذف بشه. همین یه جمله باعث شد که متقاعد بشن و بره لول بعدی، یعنی بریم مدیر بعدی که اونو حالا متقاعد بکنه. ولی دقیقاً نکته که شما میگین درسته دیگه. این یه دغدغه‌ایه که طراح شخصاً داره برای خودش، به تبع نمیتونه یه فرهنگ رو دوچار تغییر بکنه. سخته، نه حالا اصلا خیلی سخته، ولی خب قطعاً اگر هر طراح به قول شما خودش تلاش بکنه و تفکرش رو ارائه بده، قطعاً توی بازه‌های زمانی اون تغییر اتفاق میفته. آره همین. حالا مثالی که حمید زدم خیلی دیگه شفافش کرد که چی میخواستم بگم. یه سری چیزا میخواستم اشاره بکنم که دست دیگه نه من طراح نه کارفرما، دست هیچ کسی نیست. میدونی من یادم اوایل که تیک تاک اومده بود خیلی این کادر عمودی برام اذیت کننده بود، چون من سینما هم میخواستم بخونم، علاقه هم زیاد داشتم به سینما. این کادر عمودی برام مثل فوش بود اصلا. ولی الان بعد این همه سال من میبینم که خودم هم دیگه دارم ویدیوهای عمودی ضبط میکنم. میدونی یعنی این سلیقه من ناخودآگاه تغییر کرده. چرا؟ به خاطر اینکه تکنولوژی اومده به اسم موبایل، همه گیر شد و کادر موبایل کادر عمودیه و این علتی بود که جامعه عوض شد. میدونی اون چیزی که میگم ناخودآگاه عوض میشه یه همچین چیزیه. حالا من خودم 2 تا چیز یاد 2 تا خاطره افتادم راستیتش. یه بار اتفاق برعکس تو برای من افتاد. همین حساب من یه جایی داشتم کار میکردم که آقای عیاد موسوی رئیسمون بودش، یعنی مدیر تیممون بودش. امیدوارم که حالش هم خوب باشه. یه کاری مثلا قرار بود انجام بدم و انجام دادم طراحی و اینا. بعد مثلا اومد نگاه بکنه که با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم. اینطوری بودش که مثلا بهتر نیست که اینجاشو اینجوری کنیم. گفتم که باشه. همون لحظه عوض کردم. بعد گفت داداش از کارت دفاع کن. راست میگه قشنگ. اینطوری بودم که انقدر تو ذهن من این شکلی بودش که دیگه همه همینن دیگه، ولش کن، من براش دست و پا الکی بزنم. اون لحظه واقعا اون عیاد موسوی بهم یه تلنگری زد که اینجوری هم نیست، مثلا واقعا از کار دفاع کن و یه موقعی یه کسی مثل من آدم حسابیه و قبول میکنه و واقعا هم همین شد. گفتم به این علت این کارو کردم. گفت خب حله، مثلا راست میگه، درستم جواب میده. یه بار دیگه هم آره یادمه که با سینا پاکتل داشتیم یه کاری میکردیم. امیدوارم که حالش خوب باشه. خیلی هم ازش چیز یاد گرفتم واقعا. یه طرحی بود که سینا گفتش خیلی خفنه، آفرین و فلان و اینا. خیلی هم نیاز نبود که براش توضیح بدم چون خودش این کاره بود خودش. بعد این هرچی ارائه میکردم اینو به اون کسی که با کانفرم کنه به اون کمپانیه میگفتش که نه. بعد ما هم دوباره تلاش میکردم، میگفتش که نه.
بعد هی سینا تلاش میکرد میگفتش که نه. بعد یه بار من یه ارائه رفتم که با توجه به تفکرات خودشون بود و گفتن که آره. بعد من شاکی بودم و فلان اینا که مثلا ای بابا این کاره بره بالا، من اصلا تو رزومم هم نمیذارم و این چه چیز مزخرفی، کار با اون خوشگلی خوراک مثلا من بود اینا. بعد دید خیلی تو خودم هم سینا و من گفت بابا علی ولش کن، مثلا داره گل کاری میشه. اصلا کلا یه موقعی تو زندگیون اتفاق میفته که تو اصلا قرار نیست کار خوب بکنی، قراره که کار بکنی. یعنی این که قرار نیست کار خوب بکنی و قراره که کار بکنی، اینا برای من واقعا تلنگری بود که آقا تعارف نداریم دیگه، ما هممون داریم کار میکنیم که پول در بیاریم. یه بخشی از ماجرا همینه که آقا لذت رو بزنیم کنار، داریم پول در میاریم. بنابراین اونجا هم این تلنگر بهم خوردش که همیشه حالا نیازشه که دست و پا بزنی برای اینکه اثبات بکنی خودتو، ولی خب عیادم بهم یاد داد که حداقل تلاش خودتو بکن. همین چیزی که آریان داره بهش اشاره میکنه. به هر حال آریان صحبت داری؟ من نه، هیچ صحبتی نیست. همین آقا شما صحبتی، حرفی، حدیثی؟ نه دمتونم گرم، من خیلی برام جذاب بود صحبتتون. متشکریم، خیلی متشکرم ازتون. خسته نباشی آریان، خسته نباشی حمید رضا. بحث داغی بودش. امیدوارم که شنونده هم از این بحث لذت برده باشن و خیلی حالا ما با هم دیگه تفاوت تفکر داشتیم، خیلی جا هم با هم دیگه توافق نظر داشتیم، ولی خب همین نشون میده که فکر میکنم که جامعه نیاز داره که یه میزانی راجع به این موضوعات صحبت بکنه و گفتگو بکنه، مخصوصا جامعه گرافیک دیزاین. به هر صورت متشکرم که این قسمت رو گوش کردید و امیدوارم که لذت برده باشید. ما همواره منتظر دریافت نظرات و کامنت های شما هستیم و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. خب اینو من مثلا کمپانیایی که رقیب من دارن انجام نمیدن، برای چی همچین کاری انجام بکنم، انجام بدم؟ چرا من انجام از اون ای که گفتم خندم گرفت، چرا باید انجام بکنم؟ وای ببخشید یه بار دیگه میرم.